خونشون بسوزه، بدخواه خونشون بسوزه. تو باور قشنگتر از من دیده بودیم. حتی اگر موهم چر باشه، حتی اگر لباس خداییش در کل این جهان به زیبایی و نمکی من وجود نداره. من خودم خیلی دوست دارم از خودم تو بگم. داری به ما نگاه میکنی، به روح لطیفم نگاه کن. از ضروریت‌های زندگی یکیش چیتاست، دومیش چیپس، سومیشم مسواک. خدا وکیلی حضرت عباسی این ستا رو داشته باشی نیازی به مرد نداری، غمی نیست. مخصوصا این یکی یادم اومد الان یه دفعه تو باور قشنگتر از من دیده بودیم. حتی اگر موهم چر باشه، حتی اگر لباس خداییش در کل این جهان به زیبایی و نمکی من وجود نداره. من خودم خیلی دوست دارم از خودم تو بگم. داری به ما نگاه کن، به روح لطیفم نگاه کن. حسودا خونشون بسوزه، بدخواه خونشون بسوزه. فردا یه کلیپ جدید میذارم. فردا هم باید برم دانشگاه. اصلا خوشحال نیستم. تنها آره که کی میتونی سوالاتتون رو بپرسین و من استوری میذارم، کلیپ نمیذارم، استوری میذارم. آره سوالای شخصی مثلا در رابطه با دوست پسرم میتونین بپرسین. اولین باری که عاشق شدم چطوری بود، چطوری نبود. هر خیلیاتونم دارین میپرسین در رابطه با سوالای شخصی که قرار بود من بذارم و شما بپرسین. من یادم نرفته حتما این آره هر سوال شخصی که باشه من بهم بر نمیخوره و میدونید که من جواب میدم. حالا من اعلام میکنم که کی میتونی سوالاتتون بپرسین. آره و سوالای شخصی منظورم این نیستش که ازم بپرسین اسم چیه، کجا زندگی میکنی، اهل کجایی. من اینا رو سوالای شخصی در نظر نمیگیرم.